پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تهدید کرده است که در رابطه با حمله احتمالی کیمیایی بر ضد سوریه اقدام نظامی پیاده می‌کند. شام 9 اپریل اثنای صحبت با مشاوران نظامی ترامپ گفت که حمله دهشتبار حکومت سوریه بی جواب نمی‌ماند. ما امشب و یا کمی دیرتر به قرار خواهیم آمد و شما را از آن آگاه می‌کنیم. ما نمی‌توانیم شاهد ادامه این عمل دهشتبار در روی عالم باشیم، به ویژه در حالی که ما قدرت داریم و می‌توانیم به آن خاتمه بخشیم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا افزود که عملیات نظامی از احتمال دور نیست. به قول ترامپ مسئولیت حمله کیمیایی به شهرک دوما امکان دارد بر دوش روسیه و ایران متفقان اساسی رژیم سوریه هم باشد. در این رابطه روسیه هشدار داده است که هر گونه عمل نظامی پیامد ناخوش خواهد داشت. حمله یاد شده بالای شهر دومای زیر نظارت مخالفین رژیم پرزیدنت سوریه بشار اسد روز 7 اپریل به وقوع پیوسته طبق گزارش‌های رسیده کمش 40 نفر را از بین برد.